بود نبود آسیابانی بود. پیرمرد 3 پسر داشت. روزی پیرمرد آسیابان بیمار شد. حس کرد که ساعت مرگش نزدیک می آید. پسری کلانیش را به نزدش خواند و گفت: تو پسرم از من چه میراث می خواهی؟ حکمت پدر یا مال پدر؟ البته بایگری می خواهم، جواب داد پسری کلانی. از پند و حکمت شکمی کس سیر نمی شود. خوب، گفت پدر، آسیا و نیمی بایگریم از تو. چه خیلی که خواهی همان دور زندگی کن. پیرمرد آسیابان پسری دویومش را به نزدش خواند و از او نیز همین سوال را پرسید: حکمت پدر می خواهی یا مال پدر؟ پسری میانه نیز بایگری را انتخاب کرد. پدر به او خانه و طلا و تنگه میراث گذاشت. سپس پیرمرد پسری خردیش را به نزدش دعوت کرد و گفت: عمر من به آخر می رسد پسرم. بگو تو چی میراثی می خواهی از من؟ حکمت پدر و یا پول و مال؟ پدر جوان، به شما چگونه زندگی می کنم؟ غمگین شد پسری خردی. به من بایگری لازم نه. پند و حکمت های شما راهنمای زندگیم می شوند، گفت پسری خردی. تو فرزند خوب هستی، گفت موی سفید. وقتی که من جان به جان آفرین می سپرم، 3 شب به سر خاک من بیا. حکمت مرا خواهی دانست، گفت پیرمرد به پسری خردی. پیرمرد آسیابان وفات کرد. او را گور و چوب کردند و پسران کلانی بایگری و مال ملک پدر را بین هم تقسیم کردند و به پسری خردی چیزی ندادند. قرار شد که پسری خردی اکنون برای روزگذرانی رمه گوسفندان برادری کلانیش را بانی می کند. پسری خردی پس از کار شامگاهان به سر قبر پدر آمد و دعای فاتحه خواند. به یاد پدر دلش گم زد و اشک ریخت و ناگاه صدای شیهه اسبی را شنید. پسری خردی سر برداشته در پیش خود اسبی زیبای سیاه مشکین را دید. زینوبند اسب طلایی بود و لجامش نقرگی. ناگاه اسب به زبان آدمی به سخن درآمد: سوار شو، به کجایی که خواهی میبرمت. من اسب پرنده. جوان حیران شد. اسب را نوازش کرد و گفت: نه، با من دور رفتن ممکن نه. من رمه برادرانم را بانی می کنم. اگر رمه را به صاحب پرتافته روم، برادرانم خفه می شوند. این طور باشد، گفت اسب. از یال من
چند تار موی بگیر، اگر لازم شوم یک تار را بسوزان، من می آیم. جوان راضی شد و چند تار موی از یال اسب گرفت. شب دیگر در همان ساعت جوان باز به سر قبر پدر آمد و دعا و فاتحه خواند. این شب او را اسب زرندود منتظر بود. جوان چند تاره از یال این اسب نیز گرفت. شب سیوم نیز جوان به سر خاک پدر آمد و دعا و فاتحه کرد و سر برداشته اسب سفید زیبای را دید. زین و لجام طلایی، نعلها نقرگون. سوار شو، به کجایی که خواهی می پرم، تو را با خود می برم، گفت اسب. نمی توانم، من چوپانی برادرانم، اگر به جای روم خفه می شوم. عذر خواست برادر خردی. اسب سفید نیز چند تاره موی یال خود به او داد و رفت. جوان همانا چوپانی می کرد، در نزد سرای مالها می خوابید. برادرانش به او مثل خدمتگارها خوراک می دادند، اما او شکایتی نداشت. باری بیگاه جوان از چوپانی برمی گشت که صدای جارچی شاه را شنید. ایهی، نشنیدم نگویید، نفهمیدم نگویید. پادشاه مسابقه می آراید. کسی که با اسبش از چیل زینه قصر شاه جهیده می گذرد، شاه به او زیباترین دختری دربارش را به زنی می دهد و او را سرلشکری دربار شاه تعیین می کند. نشنیدم نگویید، نفهمیدم نگویید. روزی دیگر از تمام گوشه و کنار مملکت بهترین چوباندازها و اسب تازان به دربار شاه آمدند. همه می‌خواستند زیباترین دختر مملکت را به زنی بگیرند و سرلشکر شاه شوند. های تماشاگاهی بود. پسران کلانی پیرمرد آسیابان نیز به تماشا آمدند. پسری خردی مال را جمع کرد و به سر قبر پدر آمد و یک تاره موی اسب سیاه را آتش زد. همان زمان صدای شیهه اسب شنیده شد و گویا از زیر زمین باشد اسب سیاه مشکینی پا پیدا شد. در خرجین لباسهای زیبا بپوش، به قصر شاه می رویم، گفت اسب. در دربار شاه جوانانی زیاد قوه آزمایی می کردند، اما کسی موفق نشد که شرط پادشاه را ببرد. زین پایه ها خیلی بلند بودند. جوان با اسب سیاه مشکین به قصر شاه آمد و با یک جهیدن تا نیمه زین پایه ها رسید. مردم تحسین و آفرین کردند، اما شرط اجرا نشده بود. جوان چگونه که زود پیدا شده بود، همان گونه زود با اسبش از مسابقه جای غیب زد. بیگاه برادران کلانی در خانه هایشان نشسته با شوق درباره جوانی ناشناس سخن می گفتند که قریب شرط شاه را اجرا کرده بود. آنها نمی دانستند که این برادر خردی آنهاست. روز دیگر
مردم باز جمع آمده و جوانی دیروزه را انتظار بودند. مردم دیدند که جوان این دفعه سوار اسب زرندود زیبای به میدان مسابقه آمد و با یک جهش از نیم زیاد زینه ها را طی کرد و تا غالبیت کم مانده بود. آواز آفرین و تحسین مردم همه جا را فرا گرفت و جوان چه خیلی که ناگهان پیدا شده بود همان خیل زود غیب زد. روز سیوم نیز مردم جمع آمده بودند و این دفعه جوان سوار اسب سفید بادپایه آمد. از زیبایی اسب و سر و لباس جوان دهان مردم واز ماند. داوطلبان اقلاً نیم زینه پایه ها را طی نکرده بودند. به کسی میسر نمی شد که شرط شاه را اجرا نماید. از همه آخر جوان سواره اسب سفید قمچین به اسبش زد و اسب با یک جهش 40 زینه را پرید و در مرجای قرار گرفت. صدای کرنه و سرنه بلند شد و مردم به کفکوبی در آمدند. شاه از جای بلند شد و اعلام کرد که این جوان اکنون سرلشکری دربار اوست و نازنین یک دانه نیز از آن این جوان است. اما جوان الکی به سوی قبر پدر می شتافت. صبح دیگر او باز به مالبانی رفت. بگاه روز لشکری پادشاه انتظار سرلشکر بود و جوان سوار اسب سفیدی زین و بند طلایی داشته آمد و به سوی برادرانش که در تماشاگاه بودند دست افشاند و تبسم کرد. برادران کرانی او را دیدند و برادری خردیشان را شناختند. برادر، هی برادر، او این برادر ما! داد می زدند برادران کلانی. بگاهی مالهایتان را از صحرا گیرید، فراموش نکنید، گفت برادری خردی و به سوی لشکری شاه اسب دواند. اکنون او را در دربار اسکرانش و در خانه عروسی نازنین و بی مثل و مانندش منتظر بودند.